ассалому алайкум шунавандагони арҷманд. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз мекунем. ҳоло гуфтори якумро аз рӯи романи нависанда муҳаммадзамони солеҳ девори хӯросон дар қироати ҳунарманди халқии тоҷикистон қурбони собир бишнавед. محمدزمان صالح دیوار خراسان. بیابان. خورشید چون تشت سوخته پسی گریوه های بیابان پنهان می شد. غزال از خیل خیش وامانده از پس روز می دود. رمه گرگان گرسنه وی را دنبالگیر بودند. غزال از حال می رفت و گرگان تا رفت به او نزدیک می شدند. آنها نیز خسته می نمودند. غزال با آخرین توانی که در رمق مجروح خود داشت خود را به طور گریوه‌ای می کشد و با امید به سوی خورشید می نگرد. خورشید سری گریوه‌ای فرو می رفت. به نظر چنین می نمود که غزال گویا در دل خورشید فرو می رود و یا چون تصویری در تشت میسین نصب می شود. غزال لحظه آرام به حرکت خسته به سوی خورشید می نگرد و بناخواست گرگ از گریوه مقابلی سر می کشد. دیگر گرگ ها او را از 4 طرف گیرد کردند. راه گریز را برای او بستند. آنها دیگر مراسمی قربانی اجرا می کنند. فریادی بی خودانه می کشند و چشمشان چون الماس می درخشد. غزال یک یک به صیادان خیش می نگرد. نگاهش خسته، بی حال و کم فروغ است. دیگر در نظرش بیابان سرخ می نماید. ابرهای سوخته افق از هم می درند، پریش می شوند. باد غباری ریگی خونگون را پسی گریوه ها تل می کند و باز در چشمان گرگان گرسنه می نگرد. در تیغی نگاهشان خون می درخشد. غزال یک باره گویا به خود می آید. گوشهایش را تیز می کند و با چشمانی پر از امید به سوی افق می نگرد. گویا بوی نجات به مشامش می رسد و گرگ ها نیز گوش تیز می کنند و به قلبی بیابان می نگرند. خطر احساس می نمایند. سواره بر اسب سفید در گریوه مقابل از آن جایی که چشمان انتظار از یک پیامدی ناگهانی نگرانند و پیدا می آید. او خورشید را در پسی خیش پنهان می کند. گرگان به سوی او می غرند. او یک یک به عمق چشمان آنها خیره می شود و اسبش از اضطراب و هراس گوش تیز می کند و شیهه می کشد. گرگ ها آهسته آهسته به سوی غزال می خزند. ولی غزال همانا رو به سوی سوار دارد. سوار بی حالانه کمان را به دست می گیرد و از تیرکش تیر به آن می گذارد و به سوی گرگی که از همه قوی هیکلتر و به غزال نزدیکتر است نشان می گیرد. گرگ غورش کنان به سوی غزال حمله می برد و از زخم تیر در نیمه راه از پای می افتد. گرگان دیگر به صدای چون سگ ولنگیدن او می غورند
و سوار همچنان سوی آنان تیر پرتاب می نماید. در این اثنا چند سرباز میدان را محاصره می کنند. غزال همچنان آرام و رام است. یک گام به سوی سوار می رود. از زخمی سورینش خون می تراود. سوار تیر به تیرکش می گذارد و خطاب به سربازان می گوید: آن دو را زنده بگیرید. و از اسب به زیر می آید و به استقبال غزال می رود. غزال همچنان آرام و بی‌پروا به سوار می نگرد. پسی گریوه مغل می خیزد. سربازان گرگان را زنده شکار می کنند. اسماعیل در گوشه از این غوغا به جراحت آهو مرهم می گذارد و حین این عمل بیتی را در توصیف حال آهو زمزمه می کند. از رفتار او چنین برمی آید که او با صید زخمی سخن می گوید: اسماعیل: آهوی کوهی در دشت چگونه دودا؟ او ندارد یار، بی یار چگونه بودا؟ خورشید تا به نیم بر سری گریوه فرو رفته بود. از پسی گریوه ها اسیران و بعد سربازان سواره نمودار می شوند. اسماعیل: زود باشید، تا به مغرب باید به آبادی رسیم. این کفار که روزدار نیستند، پس علت کاهلی چیست؟ زود باشید، نماز شام می رسد. سربازهای سواره تازیانه را بالای سر چرخ می زنانند. اسیران با هراس سریعتر حرکت می کنند و بوزینه از کتف به کتف اسیران جهیده شبوش می جوید. اسماعیل به این منظره خیره می شود و در حالتی که می اندیشد در لبانش تبسم هویداست. این شبوشکخورها آدمخوار شدند. و آهو گردی اسماعیل می چرخد، دستهایش را می بوید. اسماعیل گاه گاه پشت آهو را سیله می کند. دو سرباز از بین اسیران 4 نفر را جدا کرده گرگان بسته را به کتف ایشان می گذارند. اسماعیل به اسب خویش سوار می شود. آهو دنبال اسب اسماعیل می آید. خورشید دیگر در پسی گریوه ها بالکل پنهان شده بود و فقط دامان آسمان سرخی می کرد. سمرقند. کشک اسماعیل. باغ. هوای دیمی تابستان با چنگ و غبار شهر سرمغل درآمیخته چون روحی سرسان بالای کشک و قصرهای محتشم و مناره‌های مرتفع میتنید. کوچه های تنگ و سنگفرش همچون شریانهای بی نظام از هر جانب بر تن شهر دویده بودند. پرنده‌ای در آسمان آن پر نمیزد و در شاخسار بلندی درختانی انبوهی باغستانها به امید تنفس کردن خود را به زیر برگ‌های بی‌غبار و مجلا کشیده بودند. رود مسچا از کنار شهر آرام و باوقار می‌گذشت و از شیدت مجرایش نیستانهای ساحلها می‌لرزیدند. در علفزارهای آن طرف ساحل اسبهای سرخ و سفید به سر وقت خود می‌چریدند. کشتزارها و چارباغهای خرم تا به پایه کوههای سبز دامن پهن کرده بودند. شالیزارهای غرق گل ساحل چون بحر دمان موج می‌زدند و زلالتر از آب رود می‌نمودند.
در این فصل سال آب رود گلالود می شد، ولی این حالت برای شهری روزدار و مردمان آتش گرفته‌اش هیچ اهمیت نداشت. مردی سفید جامه‌ای که قامتی بلند و موزون داشت و موی موجعدی تیلاگونش به سر کتفانش میریخت و ریشی کلوته‌ای ماشو برنجش به او وقار و صلابت میبخشید، از کوچه سنگ فرشی نسبتاً وسیع و پرسایه به سوی گذری اسفزار بالا می رفت. این گذر در مرتفع شهر جای گرفته بود و کوشک موروثی سامانیان با باغ بزرگش در مرکز این محله قرار داشت. مردی سراپا سفید در نزد کوشک سامان خدا ایستاد و حلقه بر در زد. پس از چند لحظه حاجب کوشک در را باز کرد و مرد با رد و بدل کردنی چند حرف وارد کاخ شد. حاجب پیش پیش او را اندرون برد و در این هنگام اسماعیل بالای ناردبان از رفهای تاخچه سقف حجره کاریش سرگرمی جستجوی کتابی بود. با دیدن مهمان شادمانه به زیر آمد. اسماعیل چون بیمار رو به شفا آرد، طبیب به سراغ او می آید، او را به آغوش می گیرد. دوستی عزیزم، در این چند روزه غیبت ما چه حالی داشتند؟ خانواده؟ مهمان: خدا را شکر، در سایه دولت جنابشان از آفتها در عافیت هستند. اسماعیل با خنده: ما مسئولیت داریم تا شما در عافیت باشید. شاهزاده خیلی لاغر شده بود و پوست رویش سیاه چتاب گردیده. چه خوش، ما را از یک رنج بیهوده رهانیدید. من این کتاب را می جستم. در خیالم پیش از سفر آن را از شما گرفته بودم. مهمان: آن را برایتان تیار کرده بودم ولی نیامدید. گفتند که به سفر برآمده اید. کتاب را به شاهزاده اسماعیل دراز می کند. امروز با این بهانه خواستم جمال مبارک ایشان را زیارت کنم. اسماعیل: ما را از یک مهنت رها کردید. چرا اینجا ایستاده ایم؟ رفتیم. دوستان لبی حوض نشستند. صحبت خیلی مهم است. شرکت داشتن شما عین مدعاست. جدال سری افتخارات از دست رفته کشور است. از آرنج میهمان داشته او را با خود بردنی می شود، ولی او اعتراض می کند. چرا؟ اشتراک شما در این بحث خیلی ضرور است. مهمان: از شاهزاده‌ام عذر می خواهم. در مجلس ایشان شرکت داشتن برایم سعادت است، ولی نمی توانم. ببخشید. من فقط یک سر قدم. شاهزاده‌ام سپارش کرده بودم. به فکر آن که شاهزاده‌ام را در انتقال این کتاب محتل نکرده باشم، شاید شاهزاده‌ام به آن حاجت دارند. خوب نیست که در کتابخانه در این روزها برای مردم بسته باشد. خدا اگر خواهد در یگان فرصت مناسب به صحبت شاهزاده‌ام شرفیاب خواهم شد، ولی حالا نمیتوانم. عذر میخواهم. اسماعیل: افسوس، اشتراک شما خیلی مهم بود. بسیار میخواستم. افسوس. مهمان: افسوس خوردن چراست؟ من که از این شهر به تمام نمیروم. مگر ما همین روزه ایم؟ اسماعیل: چه چاره؟ آنها از حجره بدالان می آیند و اسماعیل او را تا به نزد دروازه گسل می کند. مهمان با شوخی و خنده: حضور من زحمتهای دیگری هم می آفریند. اسماعیل با همان لحن شوخی آمیز:
برای ما هم بهانه‌ای پیدا می شد. میهمان: از این زیاد مزاحم نمی شوم. خداوند شاهزاده‌ام را در پناه عصمت خویش نگهبان باد. او می رود. شاهزاده لب حوض به آن جایی که چند نفر اعیان شهر نشسته بودند برمی گردد. آنها جدال خود را قطع می کنند و به پیشواز اسماعیل از جای می خیزند. اسماعیل: امیدوارم از محتل کردنم ناراحت نشده باشند. خواهش می کنم بفرمایید. آنها دوباره جایهای خود را می گیرند. اسماعیل به کنج کت می نشیند. آنها با این صلبات و تمکین هنوز جوان به نظر می رسند و به استثنای 2-3 سال فرقی که میانشان موجود است آدمان یک نسل می نمایند. اسماعیل کتاب بزرگی را که مباد موبدان سمرقند الحال کتابدار کتابخانه شهر برایش آورده بود به هم صحبتانش می دهد. اسماعیل: کتاب سیرالملک با خط یوسف سگزی. عمر کتاب را گرفته ورق می زند و در تصویرها و زیبایی خطوطش به اندیشه می رود. گاه از گاه بر روی سبزه باغ و حوض افتیدن انواع میوه های رسیده بهشتی به گوشها می رسد، ولی خیال کسی را مشوش نمی سازد. فقط عکس کوش روی شیشه مجلای حوض مزلزل می شود. چند روز است که از ماه رمضان می گذرد. عمر: این یوسف برادر ابراهیم سگزی است. آنها از بزرگترین دانشمندان قرن اول اسلام به شمار می روند. ابراهیم در سال 60 در خط مسند یا کوفی ابتکار نشان داد و 15 حرف از حروف دین دبیره را به جای حروف مسند به کار برد و برای آن قاعده وصل ترتیب داد و به این وسیله خط معقلی را به وجود آورد. عبدالجبار: این چه خط است؟ اسماعیل: مسند را قلمی از خط حمیری می دانند. یعنی مسند از خطهای عرب است و منسوب به مردم یمن. یمنی ها آن را از ایرانیان گرفتند. عبدالجبار: هیچ سر در نمی آورم، برایم توضیح دهید. اسماعیل: حمیری یعنی هماورانی. این حروف در شکل مفرد نوشته می شوند و نقطه ندارند. عمر: شگفت آن است که تاریخ نویسان عرب قصداً نام ابراهیم سیستانی را شجری نوشتند تا ایرانی بودن این خط را پنهان دارند. از این رو برای رضایت تعصبشان سجزی را شجری می‌خوانند و می‌نویسند، در حالی که نام و نسب ابراهیم سگزی در کتاب‌های مختلف آمده است و نادیده گرفتن آن کار آسان نیست. اسماعیل: به این تدبیرسازی ها نمی شود برای خط عربی اصل و نسب صرف عربی ساخت. عمر: یوسف سگزی از خط معقلی کلمه جلیلی و ثلثین را استخراج کرد. به قول خط جلیلی پدری تمام اقلام و خطوط اسلامی است و تا به امروز رایج است. حتی این قلم هم 11 حرف خود را از دین دبیره عیناً گرفته است و قلم دیباج نیز از این خط استخراج شده است. اسماعیل: به این قلم تا به حال از طرف خلفا بر تومارهای کامل به پادشاهان روی زمین نامه می نویسند. قصه این خط عربی به مثل قصه های هزار داستان است. سیجلات و تومار کبرا
همش از ماست، ولی به نام قوم و ملت دیگری. محمد بین نوح. بارها از قول عمی بزرگم شنیده بودم که می گفتند پیغمبر خدا فرموده است که اگر علم در ثریاست به آن فقط ایرانیان دست می یابند و به فخر و شادی از کارنمایی های سلمان فارسی و امام حنیفه صحبت می کردند. اسماعیل: درست، پدری بزرگوارم همیشه از گذشتگان تاریخ ایران زمین افتخار داشتند و تأکید می کردند که افشین و مازیار و حتی بابک خورمدین و مقنع با راه خطا رفتند. عمر: یعنی؟ اسماعیل: یعنی می بایست تمام ابتکارات خیش را با نام خلافت و مذهب انجام می دادند. آنگاه می توانستند شکوه و جلالتی از دست رفته ایران زمین را بازگردانند. به این وسیله می توانستند دست و پای اعراب و اتراک را از این کشور قطع کنند. امروز مؤثرترین عامل باز همان است که ما فطرت ازلی خیش را در رواج علم و فرهنگ خیش به کار اندازیم. فقط این قدرت را می باید به یک مرکز جمع آورد. حاجب کوشک می آید. او یک ترک نوجوان است. تعظیم می کند. حاجب: قاصد امر بزرگ نصر بین احمد بار می خواهد. اسماعیل: بگو درآید. حاجب در همان حال تعظیم کردن پسناکی از لب حوض دور می شود. اسماعیل به سخنش ادامه می دهد. ولی به کدام راه و در چه صورت؟ در وضع موجود این عمل را برآوردن امکان پذیر نیست. یعقوب لیث در سیستان و کرمان و فارس می جنگد. علویان در گرگان و تبرستان. ابو عبیده محمد افشین در ارمنستان و آذربایجان. شام ناآرام. رافع بینی هرسمه در خراسان. امروز خلافت قدرتی پیشتره خود را قریب از دست داده است. فقط به اغواگری و جنگ اندازی مشغول است و به این واسطه بقای متزلزل خود را نگاه می دارد. ما در این قسمت با شبشخورها درگیر هستیم. فقط با تأسف می توانیم بگوییم کو رستمه. آره، کو رستمه. قاصد امیر نصر می آید و تعظیم می کند. حاضران به احترام شاه به پیشواز او از جای می خیزند. اسماعیل: بفرمایید از بالا. در همین اثنا از کنار باغ صدای غش کودک بلند می شود. غلامان به اطراف می دوند. حاضرین پریشان حالانه به سوی فریاد کودک می نگرند. اسماعیل: باکی نیست، بفرمایید. قاصد: باعث زحمت شما نمی شوم، فوراً باید برگردم. این بیگاه شاه جهان میهمانداری خواهند کرد. تمنای حضور شما جنابان عالی را در این میهمانی دارند. اسماعیل: به چه مناسبتی؟ قاصد: سفیر از جانب فقیه بزرگ از بخارا آمده است. شاه بزرگ این بیگاه از ایشان پذیرایی خواهند کرد. در همین وقت غلامان از کنار باغ بر می گردند. هنوز شاهزاده هیق هیق می گرید. حاجب: شاهزاده از گرگهای قفس ترسیدند. احمد از بغل غلام پایین آمده به سوی پدرش اسماعیل می دود و خود را به آغوش او پرتافته گریه می کند. اسماعیل: مگر شاهزادگان می ترسند؟ عیب است. احمد: من نمی ترسم. اسماعیل اشک چشمان پسر را پاک می کند. اسماعیل: بسیار خوب، اکنون برو.
دیگر به کنار باغ نرو. احمد از آغوش پدرش رها شده به سوی کوشک می رود. حاضران با تبسم و مهربانی از پسش می نگرند. آهو که آزادانه اندرون باغ می چرید به لب حوض می آید. قاصد بار دیگر تعظیم نموده اجازه رفتن می گیرد. قاصد دیگر مزاحم ایشان نمی شوم. می رود. حاضران او را تا نزد دروازه کوشک گسیل می کنند. در نزد دروازه محمد بین نوح و محمد بین عمر و عبدالجبار بین حمزه نیز با یکدیگر خیر و خوش می کنند و می روند. اسماعیل به فضل بین احمد و اسمت بین محمد به جای پیشتره خود برمی گردند. اسماعیل سوالآمیز و با تعجب به همصحبتانش می نگرد. اسماعیل: آیا شما درباره این فقیه بزرگ چیزی می دانید؟ فضل: اگر خطا نکنم او باید ابو عبدالله محمد بین احمد بین حفص بین زبرقانی بخارایی حنفی باشد. هرچند او ابوالحفص صغیر است، الحال از او بزرگتر فقیه در بخارا نیست. اسماعیل: یادم آمد او پسری ابوالحفص کبیر. از پدری بزرگوارم درباره ایشان بسیار قصه ها شنیدم. یکیش این که اسماعیل بخارایی را از فتوا دادن منع فرمود. او توجهی به معنی ابوالحفص نکرد و از فتوا دادن باز نایستاد تا آنکه وقتی از او سؤال شد که اگر دو کودک شیرخوار دختر و پسر از شیر یک گاو و یا گوسفندی بخورند رضاع بین آن دو حاصل می شود یا نه، و در صورت ثبوت رضاع این دو به یکدیگر حرام خواهند بود یا نه، او به ثبوت رضاع و حرمت ازدواج فتوا داد و موجب آن شد که مردم بر وی شوریدند و او را از بخارا خارج کردند. اسمت: پس اسماعیل را خارج کردند تا اسماعیل را وارد کنند. میخندند. جناب عالی بدانش نیز از صاحبی صحیح کمتر نیند. نزد جد اعلا و پدری بزرگوار علم حدیث آموختند. اسماعیل به فضل: گمان میکنم چیزی را از ما پنهان میدارند و یا زیادتر میدانند و خسیسی میکنند. اسمت: آنقدر میدانم که می ندانم. اسماعیل: این راز هم آشکار شد که ایشان از سقراط هم گوی سبقت بردند. میخندند. اسمت: این راز نیست بلکه یک حقیقت مسلم است. آنها به این منوال یعنی شوخی کنان و خنده کنان به سوی دروازه می روند و پسی طبقهای آن غیب می زنند. آهو تنها درون باغ می چرد و از کناره های باغ صدای زوزه گرگ بلند می شود. شما گفتار یکم را از روی رمانی نویسنده محمد زمانی صالح دیواری خراسان در قرائت هنرمند خلقی تاجیکستان قربانی صابر شنیدید. کارگردان الهام کنجایف. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید دوستان عزیز.